در پرتو عملهای انساندوستانه و پشتیبانی از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت اجرای کارهای نیک و سازنده و سنت و آیین‌های نوروز نیکقدم در شهر کولوب با تشبث صاحبکاران محلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کولوب به زیاده از 500 نفر کودکان عائله‌های نیازمند سر و لباس، سه چرخه‌ها و تحفه‌های پولی و مالی تقدیم کرده شد. در این چهاربینی با شکوه معاون سروزیر مملکت سلیمان زیادزاده، معاون رئیس ولایت ختلان و رهبریت شهر کولوب، ساکنان شرفمند شهر و اهل فرهنگ و ضیا اشتراک نمودند. نوروز چون عید سر سال، زنده‌شوی طبیعت، زدودن کینه‌ها، دانی امید به زمین کاشتن مرد دهقان، جشن تازه‌کاری و آبادگرایی‌ها شناخته شده است. از این لحاظ مردم شرفمند شهر کولوب دسترخوان عیدانه گسترده کرده با استفاده از سنت و آیین‌های نوروز خجسته نمایش هنرهای مردمی را در کوچه و گلگشت‌های باغ امفی‌تئاتر برگزار نمودند. هنرمندان و چیره‌دستان کولوب شهر باستانی نمایش خوراک‌های ملی، شکراب و قروتاب، دلده و کشک، آش بریده و پلو، هزار خورش و خوراک‌های ملی را روی دسترخوان پرناز و نعمت نوروزی گذاشته، هنرهای مردمی چکندوزی، سوزنیدوزی و گلدوزی، زرگری، طراحی، چوب تراشی و کنده‌کاری و دیگر هنرهای مردمی را به تماشا گذاشتند. مهمانان از نمایش آماده نموده آنها دیدن کرده به هنر و مهارت هنرمندان بهای ارزنده دادند. قسمت فرهنگی چهاربینی در تالار امفی‌تئاتر با اشتراک مهمانان و کل ساکنان شهر کولوب و نواحی آن برگزار گردید. نیکی و نکوکاری از ازل میان مردم تاجیک رایج بود و امروز هم این عمل نیک در مردم ما ادامه دارد و خوشبختانه با دستور سپارش‌های سروری دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نیکی و نکوکاری از وظیفه‌های اولین درجه مردم سخاوت‌پیشه ولایت ما قرار دارد. باعث خوشنودی سرفرازی است که امروز از جانب یک نفر صاحبکار وطنی برای 527 نفر کودکان عائله‌های نیازمند شهر کولوب یک دسترخوان عیدانه و تحفه‌های خاطروی در نوروز خجسته در نوروز بین المللی آماده گردیده است. ضمن برآمد رهبریت شهر کولوب ابراز داشتند که با شرافت صاحب استقلالی کشور و تشبث‌های سازنده پیشوای ملت جشن و مراسم‌های قدیمه احیا گردیده دوستی و رفاقت بین ساکنان تا رفت مستحکم‌تر می‌گردد. اطلاع داده شد که در پیروی به عمل‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه پیشوای ملت از جانب صاحبکار وطنی در عرفه جشن نوروز بین المللی در 30 خانواده نیازمند تعمیر منزل انجام داده به 600 عائله‌های نیازمند کمک‌های یک وقته رسانیده شد. همزمان در پیروی از اقدام‌های نجیبانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر کولوب ساختمان 3 تالار و 4 میدانچه ورزشی در عرفه انجامیابی قرار دارند. وابسته به دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه زیاده از 30 خانه‌های بلند آشیانه از جانب صاحبکار تعمیر و ترمیم گردیده در نزد آنها 5 میدانچه کودکانه ساخته به استفاده داده شد. معاون سروزیر مملکت ضمن تمنیات ابراز داشت که برگزاری این تدبیر با نتیجه‌گیری از اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان انجام دادن عمل‌های نیک و سازنده از جانب شخصان وطن‌دوست و سخاوت‌پیشه در پرتو سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان سال تا سال صفی این گونه شخصان سخاوتمند زیاد گردیده با چنین عائله‌های نیازمند دست کمک و یاری دراز می‌نمایند. به نهایت می‌ندار هستیم که چنین چهاربینی با شکوهی که برای فرزندان ما پیش بینی کرده شده است، شخصانی که در این چهاربینی سهم گذارند، منتداری خود را همچون ساکن شهر کولوب به نهایت میرسانم و منتداریم و به نهایت کودکان را خرسند و شاداب گرداندید. منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانیم که ما زنان کولوب شهر را فرزندان ما را به این گونه چهاربینی نصیب دانستند. چنین کاری خیر و ثواب از عملهای نیک و سازنده صاحبکاران و شخصان وطندوست درک می‌دهد. در دوره استقبال جشن نوروز و رعایت آیین و سنت‌های این جشن صرف ملی به 527 نفر کودکان 20 عروسی دامادی گذرانیده شده، همچنین به 20 نفر معیوبان عروبچه‌ها تقدیم کردند. در واقع اجدادان ملت تاجیک دارای تاریخ کهن و تمدن آفر بودند، جشن و مراسم و دیگر آیین‌های اجدادی را با عملهای نیک و تدبیرهای آباد
هنردانی سازندگی و تازه‌کاری ها استقبال و گرامی می داشتند. نوروز یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاجیکان بوده، از کهن‌ترین جشن و مراسم در دنیا به حساب می رود. در حقیقت نوروز عالم‌افروز روزگار آدمی را پیوسته پاک و تازه و سبز و خرم نگاه می دارد. نوروز همچون جشن احیاگر، پیوندگر دوستی، برادری، نیروبخش صلح و آرامی و زدایندگی زنگ کینه و آزردگی شناخته شده است. در این چاره‌بینی به یک قطار شخصان سخاوتمند و صاحبکاران وطنی که سهم خویش را در عملهای نیک و سازنده و آبادگرایی گذاشتند، از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر کلاب افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. چاره‌بینی را برنامه مکمل سرود و ترانه‌های وطنپرورانه نوروزی هنرمندان شناخته مملکت شکوه و تراوت تازه بخشید. شادی و خرسندی و بزم و طرب ساکنان کلاب شهر باستانی تا دیرگاه ادامه یافت. حسنزاده گلیزار، دلیر شریف، نمازعلی ارگش، اخبار شهر کلاب.